سلام دوستان عزیز، مسئله حج عمره بهت سوال جواب فرستاده که چند سمه استراحت خیلی سبب رفتن و چی باید برای چی رفتی نو رفته بودی. خیلی کامنت‌ها بسیار دوستان نگاه کنید. من از شرکت زمزم عمره یعنی که من بلیط گرفتم خودشون راهی کردن برای که شرکت نو تأسیس است، گرچند همین زمزم مارکتی که در پراسپکت میر هست بسیار کار میکنه. زمزم عمره یعنی که نومی شرکت گذاشتن همراه برادران تحت کار سر کردن. انشالله ما اومدیم که شرط و شرایط خودمون ببینیم برای که رکلام که میکنی اگر کسی جا میروه و مقصد دبالو نمونیم. اومدیم شرکت دیدیم الحمدلله بهترین خدمت رسانی در سطح اعلا. انشالله فقط صبور باشه. بگه یا که پاگه با بگه ویدیو میپرتم نرخ نوا و ریس دیگر چند تا سایده ای روز 28 نفر گرفتیم. اومدیم حرکت میکنیم که برای آیندهش چی میگن ریس آینده نرخ نوای آینده ویدیوی پورا کرده و مردمی که مقصد حاضر ده همی جان و پرسون کنیم چه خیل بودن استوا بودن یعنی که از بار الله در خانه خدا هستن. یگان تشکر دروغ نمیگه. خدمت رسانی صوت که باشه خودتون میبینی بچه‌شون تو و همون خاطر ان شاء الله بعد رقمای تلفنی میمونیم خریداری میکنیم. در حق مدعوگو باشه. ما در حق تو در روز سعید جمع دعاگو هستیم. پروردگار کلی مسلمان‌ها را خصوصا مردم تاجیکستان به این خانه خدا مادران و پدران زیارت نصیب گردونه. خدمت رسانی ما از تمام شهرها آورده میشن، خصوصا از تاجیکستان ما آورده ایستاده ایم یعنی که بلیطش از ازبکستان توگیری میکنیم میاریم. با اون خاطر صبور باشه. ان شاء الله من ویدیو را ابیزت نه به شما را میپرتم تماشا میکنیم. خوب چی میگن پیشروی ما دستگیری شما خواهش میکنم ویدیو را دستگیری کنیم. من تمامی جای تاریخی مکه و مدینه را حرکت میکنم به شما را پرتم. انتظار ویدیوهای نقض باشه. سلام علیکم.